بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ جور و تیار هستین؟ خب متعلمین عزیز، خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم. طبق معمول درس شیرین تاریخ را شروع میکنیم. فصل دوم، جلسه 26م. عنوان درس اصلاحات از سال 1921 میلادی تا سال 1928 میلادی، قسمت دوم. خب ما در این درس باز راجع به اصلاحات و کارکردهای دولت شاه امان الله خان غازی بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. اصلا زمانی که شاه امان الله خان به سلطنت تکیه زد و به مردم اعلان کرد و قول برادری و برابری و آزادی داخلی و خارجی و فردی و خب آزادی سیاسی کشور را به مردم داد، طی سخنان تاریخی که گفتیم در یکی از میادین کابل نمود. خب بعد از اینکه جنگ ها به وقوع پیوست و استقلال افغانستان حاصل شد و در واقع در جنگ استرداد استقلال افغانستان مردم افغانستان به رهبری دولت امانیه در مقابل انگریزها پیروز شد. خب این حصول استقلال در کلیات اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی افغانستان تأثیر بسزا گذاشت. چرا؟ چون بعد از اینکه افغانستان به استقلال رسید، محبوبیت شخص غازی امان الله خان و همین قسم دولت امانیه بین مردم بهتر و بیشتر شد. به خاطر چی؟ به خاطر رهبری در اعلان استقلال افغانستان و در جنگ‌های استقلال افغانستان. بعد دولت امانیه به رهبری شخص شاه امان الله خان دست به یک سلسله اصلاحات مهم اداری، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی زد. در بخش‌های مختلف جامعه سعی کردن که یک اصلاحات را به وجود بیاره. چرا؟ چون شاه امان الله خان میخواست که دولت افغانستان، مملکت افغانستان و مردم و ملت افغانستان مثل ممالک دیگه، مثل دولت‌های دیگه و مثل مردم کشورهای پیشرفته دیگه از زندگی خوب و رشد کرده و مترقی برخوردار باشند. در یک جمله خواهان پیشرفت و ترقی مملکت و ملت و دولت بود. اصلاحات دوره امانیه به دو مرحله کلاً به اجرا درآمد. مرحله اول اصلاحات از سال 1919 میلادی شروع شد و تا سال 1924 میلادی ادامه داشت. خب اصلاحات دوره اول یا مرحله اول اصلاحات با استقبال و حمایت مردم افغانستان شروع شد و با استقبال و حمایت مردم افغانستان به پایان رسید. مردم کاملا از این اصلاحات استقبال کردند. خب بعد ببینید نخستین قدم اصلاحات تدوین اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد تشکیل شد. خب اولین قدم اصلاحات اینجا رقم خورد و بعد یک سال بعد، یعنی در لوی جرگه‌ای که در پغمان کابل دایر شد در سال 1924 میلادی، قانون اساسی افغانستان که قبلا تدوین شده بود در لوی جرگه جلال آباد کاملا به تصویب رسید. با تصویب اولین قانون اساسی در کشور افغانستان در اصلاحات دور اول اصلاحات مرحله اول امانیه، خب رسما حکومت مشروطه به تثبیت رسید. چرا؟ چون طبق قانون اساسی اونجا تشکیل شد، دولت خودش از چند بخش تشکیل می شد. بعد یکی از مشکلاتی که شاه در اوایل اصلاحات و دولت امانیه با او روبرو شده بود، مشکلات اقتصادی بود. چرا؟ چون به خاطر که در جنگ‌های استقلال افغانستان و انگلیس که جنگ‌های سختی هم بود و گفتیم که در نقاط مختلف در مرزهای مختلف جنوب و شرق و جنوب غرب افغانستان به وقوع پیوست و حتی شهرهای افغانستان مثل شهر جلال آباد، شهر کابل با شدت تمام مورد بمباردهای هوایی قرار گرفت.
خب اقتصاد افغانستان تقریبا فلج شده بود، خزانه دولت کاملا خالی شده بود. این گونه شد که دولت امانیه تصمیم گرفت که اصلاحات را از اصلاحات اقتصادی آغاز بکنه و بعد از اینکه از اصلاحات اقتصادی اصلاحات را آغاز کرد، گفتیم که مالیات ها را از صورت غیر نقدی به نقدی تبدیل کرد، مامورین فارغ التحصیل تحصیل یافته و باسواد را در رأس ادارات مالیات قرار داد و بر مردم زمینه ای را مساعد کرد که مردم بتونه خودشون مستقیم بدون واسطه خان و ملک و بدون واسطه کسی دیگه خودشون بتونه با ادارات دولتی مالیه در تماس شوند. بعد گفتیم که اصلا با تمام مشکلات اقتصادی و خزانه خالی دولت که روبرو شده بودن، بازم دولت امانیه در اصلاحات بر مردم فشار اقتصادی نیاورد، تازه اصلاحات را رقمش هم کمتر کرد و بالاخره موفق شد که با اصلاحات و ریفرم های اقتصادی و مالی که در جامعه افغانستان انجام شد، درآمد دولت در یک سال از سالهای قبلی کرده از 2 برابر هم بیشتر شود. خب همین قسم در قسمت حمل و نقل و تلفن و تلگراف اینا هم اصلاحات به وجود آمد. اما در قسمت ادارات، در بخش ادارات ببینین در بخش اداره دولت در مجموع چی اصلاحات به وجود آمد. دولت از تمام چیز کرده بیشتر به تحکیم ثبات وحدت ملی توجه داشت. چرا؟ چون اگر وحدت ملی از هم میپاشید، اگر وحدت ملی در یک جامعه به هم خورد، خود به خود جنگای داخلی به وجود میاد و جنگای داخلی و ایجاد اختلاف و تفرقه و نفاق که همیشه خواسته دشمنان ملت و مملکت است، خوبی باعث تضعیف دولت، باعث تضعیف مملکت و باعث تضعیف اقتصاد مردم و کلاً باعث تضعیف تمام امورات مختلف در یک جامعه میشه. به این خاطر خب دولت گفتیم از تمام چیز بیشتر به تحکیم ثبات وحدت ملی توجه و دقت داشت. وحدت ملی استوار بر برادری و مساوات در حقوق بین مردم بود، یعنی حقوق کاملا مساوی بود، فرق نمیکرد که از چی قوم و چی قبیله و چی نژاد و چی مذهب باشه. هر کسی که از افغانستان بود افغان بود و در قانون اساسی از یک حق همه به صورت مساوی برخوردار بودند. مطابق ماده 8 قانون اساسی افغانستان که در لوی جرگه پغمان به تصویب رسیده بود، ببینین همه افراد که در افغانستان زندگی میکنن صرف نظر از مسائل دینی و مذهبی تبع کشور گفته میشوند. فرق نمیکنه که هر کی باشه، همین که در افغانستان بود و اهل افغانستان بود، خب این تبع کشور افغانستان گفته میشه. و نظام سیاسی دولت از آزادی شخصی افراد حمایت میکنه. هر فرد که از افغانستان باشه خب او حق داره که در افغانستان به صورت آزاد و مستقل زندگی بکنه و نظام سیاسی دولت هم مورد حمایت باید قرار بده. هیچ کس بدون امر شرعی و مجوز قانونی توقیف و مجازات نمی شود. همه در برابر قانون یکسان خواهد بود. تبعیض از نظر نژاد، مذهب و قبیله از بین رفته و به تمام ملت حقوق مساوی داده شد. ببینین اینا ماده 8 قانون اساسی بود که در اولین قانون اساسی کشور در پغمان به تصویب رسیده بود. اما دستگاه دولت بر 3 قوت تقسیم میشد: قوه اجراییه، قوه مقننه و قوه قضاییه. در واقع دولت مدرن و تبدیل به یک دولت مدرن و پیشرفته شد. یعنی در عصر امان الله خان رسما دولت اصلی اون زمان تشکیل شد. خب اکثر هم که میبینین مربوط به پارلمان افغانستان است که همون قوه مقننه باشه که تا امروز در افغانستان در عصر جمهوریت هم ببینین دولت از همین 3 قسمت تشکیل میشه. یعنی پارلمان، مجلس که تصمیم میگیره، قوه مقننه و قوه مجریه که اجراعات میکنه و قوه قضاییه.
قوای هوایی. در بخش هوایی یا در بخش قوای هوایی ببینیم چی ریفورم و اصلاحات در زمان سلطنت امیر امان الله خان در افغانستان اجرایی گردید. دولت امانیه قوای هوایی منظم جهت دفاع از حریم هوایی کشور به وجود آورد. 11 دانه طیاره، 11 فرمان طیاره از کشورهای دیگه خریداری شد و وارد افغانستان گردید. 65 نفر از متعلمین و شاگردان به خاطر تحصیل در امور نظامی و در امور هوایی خب اینا فرستاده شد در کشورهای دیگه مثل کشور روسیه، کشور فرانسه و کشور ایتالیا. و همین قسم عده دیگر از شاگردان افغانستان برای تحصیل نظامی به اتحاد شوروی و ترکیه فرستاده شدند. فابریکه حربی کابل که قبلا تشکیل شده بود مورد تقویت جدی قرار گرفت. خب توپ‌های دافع هوا و موترهای زیرپوش به قوای نظامی افغانستان افزوده شد. اینا از بیرون خریداری شدن و داخل افغانستان آمدن و به قوای نظامی و قطعات نظامی افغانستان یعنی به اردوی ملی افغانستان اضافه گردیدن. اداره رادیو در کابل برای اولین بار در زمان سلطنت شاه امان الله خان ساخته شد و شهر کابل کاملا با برق تنویر گردید. شفاخانه های ملکی و نظامی در کابل و بقیه ولایات ایجاد گردید. شفاخانه مشاوران در مرکز ساخته شد و همین قسم در پغمان شفاخانه سناتوری هم ساخته شد. ماشین های اکسیری برای استفاده علما و دانشمندان در کابل وارد گردید و یک دارالایتام هم در زمان دولت امان الله خان تأسیس شد و همین قسم برای رهایش بیماران روانی هم جای بخصوص در نظر گرفته شد. اما در بخش معارف و امور فرهنگی چه اصلاحات به وجود آمد؟ معارف کاملا رایگان شد. نه تنها رایگان شد که طبق ماده 68 قانون اساسی کشور معارف رایگان و اجباری شد، یعنی باید تمام مردم افغانستان کودکانشان به مکتب مفرستادن تا اینا از درس و از سواد و از علم و تحصیل محروم نمانند. خب مکاتب در مرکز و ولایات بنیاد گذاشته شد. در کابل که پایتخت کشور بود در اون زمانم در کابل بر علاوه بر لیسه حبیبیه که در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان ساخته شده بود، لیسه امانی هم تأسیس شد. لیسه امانی که هنوز هم به همون اسم داره به فعالیتش ادامه میده، هم لیسه حبیبیه هم لیسه امانی. اینا از دو تا لیسه های بسیار قدیمی و پیشتاز افغانستان است. خب بر علاوه لیسه حبیبیه گفتیم در زمان اصلاحات دولت امانیه لیسه امانی هم تأسیس گردید. لیسه حبیبیه به کمک فرانسوی‌ها ساخته شد و لیسه امانی در زمان دولت امانیه با کمک جرمنی ها ساخته شد. همین قسم در مراکز ولایات سراسر کشور مکاتب ایجاد گردید. 322 عدد مکتب و یک دارالمعلمین که در شهر هرات بود. 322 عدد مکتب در ولایات سراسر کشور در ولسوالی ها و مناطق مختلف افغانستان. یک دارالمعلمین هم در شهر هرات ساخته شد. تعداد متعلمین دوره ابتدایی که در دوره اول اصلاحات دولت امانیه که مکاتب ساخته شد تا سال 1927 میلادی به 51,000 متعلم رسید و همین قسم متعلمین دوره ثانوی و مسلکی هم به 30,000 نفر رسیده بودند. صدها معسل و متعلم فارغ التحصیل از مکاتب افغانستان به شوروی و کشورهای شوروی، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و ترکیه برای ادامه تحصیل و آموزش علوم فرستاده شدند. کتابخانه ملی افغانستان در کابل برای اولین بار در زمان اصلاحات امانیه
تأسیس گردید. همی کتابخانه که فعلا به نام کتابخانه عامه معروف است و هنوز فعالیتش ادامه داره. کتابخانه عامه فعلی همون کتابخانه ملی است که در زمان اصلاحات دولت امانیه تأسیس گردید. یک سینما در کابل ساخته شد و همین قسم تئاتر در پغمان ایجاد گردید. در قسمت نشریات نشر 13 مجله و جریده در کابل خب جریان پیدا کرد. در کابل و بقیه ولایات کشور تمام مصارف نشریات، یعنی 13 تا مجله و جریده که در کابل و ولایات دیگه منتشر میشد، اینا همه با مصرف دولت صورت می گرفت. هزینه های اینا را و مصارفش دولت پرداخت میکرد. نمونه بسیار خوبی هم از بعضی از نشریه های قدیم ببینین. در اینجا در یک عکس آورده براتون، بعضیش خوانده میشه مثل ثروت، ببینین بعضیش هم خب خیره‌تر از قابل خوانان نیست، ولی اگر دقت کنین همه خوانده میشه. خب نشریه ها چی ها بودن ببینین؟ مانند جریده ارشاد النسوان که برای اولین بار همون زمان منتشر میشد، جریده اتحاد مشرقی، روزنامه افغان، مجله معارف، جریده اماننامه، جریده بیداری، روزنامه حقیقت و خیلی از نشریات دیگر که در اون زمان منتشر میگردید. مطبوعات داخلی کاملا آزاد شد. یعنی چی؟ یعنی اشخاص میتونست که به صورت خصوصی هم، مجموعه ها به صورت خصوصی هم اینا برای خودشان نشریه داشته باشه. خب امی بود که فراهم شدن زمینه نشر جریده و روزنامه شخصی و خصوصی به وجود آمد. مانند چی؟ مانند جریده انیس که تا بعدها منتشر میشد. جز اولین جراید خصوصی در افغانستان بود که منتشر میشد. و همین قسم جریده نسیم و سحر که اینا جراید خصوصی بود که در افغانستان اولین جراید خصوصی بود که منتشر میگردید. خب قنصل ها و دیپلمات های افغانستان و وکلای تجاری از طرف دولت افغانستان به کشورها و دولت های همسایه معرفی شدن و فرستاده شدن با جهت روابط دیپلماتیک و روابط تجارتی رسمی بین دولت ها و ممالک افغانستان و دولت های همسایه. کلاً گفتیم مردم از یک آزادی عمومی و خصوصی برخوردار شد. برده ها کاملا آزاد شد، کنیس ها آزاد شد. اگر یادتون باشد در درس‌های گذشته توضیح دادیم که در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان خرید و فروش برده و کنیز را کاملا ممنوع اعلان کرد، اما در قسمت آزادی برده ها و کنیس ها اقدام ننمود. اما در زمان دولت امانیه خب کاملا تمام برده ها و کنیس ها آزاد شد و هر کسی که به عنوان برده یا به عنوان کنیس اگر مورد آزار، شکنجه یا به عنوان برده و کنیز مورد معامله قرار میداد، توسط دولت و قانون به سخت‌ترین جزاها دچار میگردید. خب عزیزان، این گونه در زمان دولت امان الله خان اصلاحات مهم در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های نظامی، در بخش‌های فرهنگی، در قسمت نشریات، در امور صنایع، کارخانه‌ها، در معادن، استخراج معادن، در ارتباطات، در تلگراف، تلفن، در رادیو که گفتیم اولین بار ساختمان رادیو ایجاد گردید. یک اصلاحات و ریفرم کلی در زمان افغانستان به وجود آمد. به پایان درس رسیدیم. خب به سوالات درس دقت کنین عزیزان. سوال اول: از نظر تشکیل اداره دولت امانی بر کدام قوا استوار بود؟ بله، دولت امانی از نظر اداره به قوه مجریه، مقننه و قضاییه استوار بود. سوال بعدی: در اصلاحات فرهنگی امان الله خان کدام کارها در عرصه معارف صورت گرفت؟ بسیار خلاصه میگم: تحصیل در معارف رایگان و اجبار شد،
مکاتب متعدد و دارالمعلمین ایجاد گردید، کتابخانه ملی تأسیس شد، مجلات، نشر مجلات و جراید آغاز گردید. سوال بعدی، در پایتخت کدام لیسه در زمان دولت امانیه تأسیس شد؟ بله، در پایتخت بر علاوه لیسه حبیبیه، لیسه امانیه نیز تأسیس شد. سوال بعدی، در این دوره در مرکز ولایات چند مکتب و دارالمعلمین ساخته شد؟ در مراکز ولایات 322 مکتب و در هرات 1 دارالمعلمین ساخته شد. خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کنکور. عزیزان دقت کنید. اولین سوال از نمونه سوالات کنکور که مربوط فرم پنجم بدخشان و همین قسم فرم اول دایکندی است. در زمان حبیب الله خان لیسه به کمک کدام کشور تأسیس شد؟ گزینه اول ترکیه، گزینه دوم روسیه، گزینه سوم امریکا، گزینه چهارم هیچ کدام. جواب صحیح را با هم میبینیم. بله، هیچ کدام. اگر یادتان باشه در زمان حبیب الله خان به کمک کدام کشور یک لیسه تأسیس شد؟ کدام لیسه بود؟ لیسه حبیبیه به کمک فرانسوی ها. خب سوال بعدی مربوط فرم اول کاپیسا است. مرحله دوم اصلاحات دولت امانی در کدام سال آغاز گردید؟ گزینه اول 1922 میلادی، گزینه دوم 1927 میلادی، گزینه سوم 1920 میلادی و گزینه چهارم 1924 میلادی. جواب صحیح را با هم میبینیم. بله، گزینه چهارم 1924 میلادی جواب صحیح سوال. سوال بعدی مربوط فرم هرات است. کدام جریده در دوره حاکمیت قاضی امان الله خان منتشر میگردید؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول شمس النهار، گزینه دوم سراج الاخبار، گزینه سوم بیداری، گزینه چهارم هیچ کدام. جواب صحیح را با هم میبینیم. بله، گزینه سوم بیداری جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم اول فاریاب است. در دوره حاکمیت یکی از اشخاص ذیل روزنامه حقیقت منتشر میگردید. گزینه اول شیرعلی خان، گزینه دوم امان الله خان، گزینه سوم نادرشاه، گزینه چهارم عبدالرحمن خان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ با هم میبینیم. گزینه دوم امان الله خان جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم اول اکادمی ملی نظامی است. در دوران سلطنت کدام پادشاه افغانستان نظام شاهی مشروطه به وجود آمد؟ گزینه ها را با هم میبینیم. گزینه اول امیر عبدالرحمن خان، گزینه دوم قاضی امان الله خان، گزینه سوم محمد داود خان، گزینه چهارم محمد ظاهر شاه. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح را با هم میبینیم. بله، گزینه دوم قاضی امان الله خان جواب صحیح سوال. خب سوال بعدی مربوط فرم اول میدان وردک است. کدام مذاکره بین دولت افغانستان و انگلیس مدت 3 ماه را در بر گرفت؟ گزینه اول منصوری، گزینه دوم لاهور، گزینه سوم کابل، گزینه چهارم راولپندی. خب جواب صحیح را با هم میبینیم. بله، گزینه اول معاهده منصوری جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی مربوط فرم سوم بامیان است. افغانستان در کدام سال هجری شمسی استقلال سیاسی خود را حاصل کرد؟ گزینه اول 1298 شمسی، گزینه دوم 1292 شمسی، گزینه سوم 1291 و گزینه چهارم 1293 شمسی. خب جواب صحیح را با هم میبینیم. جواب صحیح گزینه اول 1298 شمسی. سوال بعدی مربوط فرم دوم غور است. مذاکره صلح راولپندی در کدام سال صورت گرفت؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول 1919 میلادی، گزینه دوم 1897 میلادی، گزینه سوم 1819 میلادی، گزینه چهارم 1918 میلادی. کدامش درست است؟ با هم میبینیم. بله، گزینه اول 1919 میلادی جواب صحیح سوال است. خب رسیدیم به بخش فعالیت. عزیزان دقت کنین. خب بخش اول فعالیتتان، درس را از روی کتاب با دقت بخوانید. بخش دوم راجع به اصلاحات فرهنگی دولت امانی معلومات حاصل کنید. بخش سوم خلاصه درس را لکچر دهید. بخش چهارم درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش خوانده و کلمات جدید و مشکل را
نشانی نماید. توجه کنین متعلمین عزیز، میتونین بازم از منابعی که قبلا هم معرفی شده کمک بگیرین. کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته غلام محمد غبار، کتاب تاریخ معاصر افغانستان نوشته محمد ابراهیم عطایی و همین قسم کتاب از امیر کبیر تا رهبر کبیر نوشته علامه عبدالحق مجددی. خب شاگردای عزیز خسته نباشین. تا جلسه بعد همتون به خدا میسپارم. به امان خدا و خدا نگهدار.